کلین همسایه که در پایان دام قالین می شست از هوش رفت. شوهرش از من خواهش کرد او را به بیمارخانه رسانم. درباره کلین همسایه‌مان همین قدر می دانستم که یک زنی با صبر و طاقت، سرخم و مهنتکش بود. بسیار وقت از شوهرش گپ می شنید. خوشدامنش بر سرش داد می زد. اما یگان بار او آواز بلند نمی کرد. به بیمارخانه رسیدیم. طبیبان او را زود به وزین خانه در آوردند و گفتند که احوالش خیلی بد است. دیری نگذشته خوشدامنی جنجالی هم همراه نبیره‌اش آمد. رنگ و رویش کنده بود. من فکر می کردم که حالا باز کلینش را دشنام می دید و اقلا می گوید که وقتی کسل شویش را نیافت. اما برعکس او پسرش را به آغوش گرفت و گریست و از احوال کلین پرسید. وقتی شنید که در وزین خانه است شروع کرد به داد و وای کردن. آه کلینی نازنینم، خوشروی من، گبردار و سرخم من، حالا وقتی رفتنت نیست. ای خدا ناامیدم نکن. پسرش باشد پشت به دیوار تکیه داده از نقطه چشم نمیکند. میگریست پنهانی و زیر لب میگفت خدایا التماست میکنم زنم را از من نگیر، بچه بچم را به من بخش. من از این حالت حیران مانده بودم، زیرا هر روز می دیدم که چگونه شوهر جانب همسرش بلند گپ می زد و خوشدامنش قاش و قواق می انداخت. اما حالا هر دو هم خدا را زاره دارند که او را زنده نگاه دارد. پس از چند لحظه در گشاده شد و شوهر را به وزین خانه دعوت کردند. او گریان از در بیرون شد و نزد مادرش رفت. صدای خوشدامن تمام راه رو را فرا گرفت. آه کلینی نازنینی من، کلینی خوبم، مرا به نزد کلینم درآورید. آخر همین سحر با هم صحبت کردیم، چای خوردیم و او به قالی شویی رفت. اکنون تو چیکار میکنی پسرم؟ تو میسوزی. مرد هنوزم در شاک افتاده بود و از چشمانش اشک جاری میشد. شوهری که بارها زنش را به حرمتی کرده بود و یگان خواهشش را اجرا نکرده بود اکنون احساس کرد که او دیگر نیست و دیگر خنده و شوخی و خواهش و شکایت های زنش را نمیشنود. مرد داد زد، پسرش را به آغوش گرفت و گفت آچه‌ات دیگر نیست بچم، آچه‌ات مرد. پسر بچه حالت را به پرگی درک نکرده همراه آنها گریه میکرد و به خود فکر میکرد نه، آچه من نمرده است، آچم زنده است. آخر قالینش حالا نشستگی بیبیم جنگ میکنند، او باید قالینش را بشوید. من که در یک گوشه ایستاده بودم با دلی پرخون به ساعتم نگاه کردم. از وقتی به وزین خانه بردن کلین همگی 10 دقیقه گذشته بود و در این 10 دقیقه خوشدامن، شوهر و فرزند فهمیدند که او خیلی برایشان عزیز بود و او را دوست می‌دارند و نمی‌خواهند او را از دست دهند. ولی افسوس، از دست دادند. در 10 دقیقه یک نفر از میان ما رفت با هزاران نقشه و نیت، با صدها کاری ناتمام و آرزو و قالینی نیم شسته. در 10 دقیقه که من شاهد این حادثه بودم باور کردم که همان خوشدامن در حقیقت می سوزد. پسرشم دلش پاره شده بود. باور کنید سوزش آنها ساخته کارانه نبود، از ته دل بود و هر کسی که آنجا بود گریست. من هم گریستم. دوستان عزیزی من، برای مردم ما عادت شده است که شخص را بعد از مرگش عزیز بدارند و به دیگران بگویند که دوستش می داشتیم، حیف شد. اما شخص را باید در زنده بودنش قدر کرد. من این حادثه را به آن خاطر نقل کردم که انسان‌ها به قدر همدیگر برسند و از هر کسی که این قصه را می شنود یک خواهش دارم: غمی بیهوده نخور، قوی باش، همش می گذرد، همش خوب می شود. اگر کسی را دوست می داری زنگش بزن، شرم مکن، روی راست بگو که او برای تو عزیز است و دوستش می داری. اون نفر خواه دوست داشته تو باشد، خواه پدر و مادرت یا خواهر و برادرت یا دوست و همسایه و همکارت. و پس از زنگ زدن با محبت
یک لایک برای من بگذار یا کامنتاری نویس. با امید تنصیحاتی تا دیدار.